درود به همگی. یه ترفند ساده برای اون دسته از گوشی‌هایی که با منبع جریان کشی نمیدن و بدون باتری روشن نمیشن. حالا علت این موضوع رو هم تو کپشن براتون مینویسم. ببینید یه لحظه جریان کشی میده و قطع میشه. من معمولا باتریایی که عوض میکنم برای مشتری فلت رو جدا میکنم، باتری رو اینطوری نگه میدارم که تو همچین مواقعی ازش استفاده کنم. فقط باید حواستون باشه که مثبت منفی رو درست وصل کنیم که یه موقع اتصال نشه. تمام، گوشی میاد بالا.